توی شرایط عمومی پیمان یکی از اون چیزایی که نوشته بحث پیش پرداخته که چجوری باید پیش پرداخت بدید. 2 تا ماده معروف داره، یکی ماده 46 ماده 46 خلع یده، ماده 48 محترمانه خلع ید هستش. یعنی چی ماده 46؟ یعنی که از کارتون دیگه راضی نیستم، دیگه شما را از کار میخوام چیکار کنم؟ برکنار بکنم. این برای شما یک امتیاز منفی حساب میشه، تو گریدتون تأثیر میگذاره. واسه همینم گفتم یکی از اون چیزایی که تو گرید تأثیر داره اینه که شما چند تا کار تا انجام دادید. ماده 48 اینه. خب تا اینجا فرضاً 80% کار رو انجام دادید، قربونت برم مرسی، دیگه نمیخوام کار همینجا به خودم تحویل بده. قرارداد رو در نقطه 80% دیگه میخوام از شما چیکار کنم؟ تحویل بگیرم. انگار قرارداد بین من و شما چی شد؟ دیگه نمیخوام تا نقطه 100% برید، همه 80% به خودم تحویل بدید، بقیه کار رو خودم ادامه میدم میرم جلو. در واقع همون خلع یده، منتها خلع یدی که دیگه برای شما امتیاز منفی منظور نمیکنه. یک پیمانکار قادر به ادامه کار نیست. به چه دلایلی؟ یکی از دلایل اینه، بنیه مالی. میدونید شرکت پیمانکاری برخلاف شرکت بیمه هستش. شرکت بیمه اول از شما پول میگیره، بعد تازه میره واسه شما کار انجام میده. بازرگانی جنس میخره، گرون که شد به قیمت گرون به شما میفروشه. پیمانکاری باید بره خرج بکنه، بعد ورداره این خرجایی که کرده برای شما بنویسه، شما نگاه بکنی، بعد بیاد بهت پول بده. شما اگر میخوای این کار رو ادامه بدی بعد اونقدر بنیه مالی داشته باشی تا اگر کارفرما تو پرداخت پول به شما دچار مشکل شد بتونید کار رو چیکار بکنی؟ تا اون حد معقول و منطقیش ادامه بدید. به عنوان نمونه ممکنه ببخشید همین ساختمونم نظافتش شما بدید دسته شرکت پیمانکار، اون البته تابع استاندارد نیستا. اون شرکت پیمانکار موظف حقوق کارگراشو ماه به ماه بده، اما شما الزامی نداری ماه به ماه بیای به اون شرکت پیمانکار پول بدی. ممکنه 2 ماه به عقب بیفته، اون شرکت باید بتونه 2 ماه حقوق کارگراشو بده. اما دیگه ببخشید نمیشه که آقا تو 6 ماه حقوق کارگراتو بده، من ندارم که بهت بدم. حالا اگر دیدم شما بنیه مالی نداری و نمیتونی کار رو ادامه بدی، یه دفعه ممکنه بهت کمک کنم، 2 دفعه ممکنه بهت کمک کنم، اما من پروژه رو میخوام برم انجام بدم. وقتی ببینم شما نمیتونی کار انجام بدی، چیکارتون میکنم؟ خلع یدتون میکنم. میگم ظرف مدت فرضاً قرارداد بین من و شما بوده 5 ساله، 2 سال گذشته انتظار داشتم کار 40% بره جلو، فرضاً تا اینجا 22% کار رفته جلو. شما نمیتونی کار رو انجام بدی، خلع یدتون میکنم شما. فقط یه قانونی گذاشتیم، فقط اجراش نمیکنیم. البته قانون قبلا اینو میگفت جریمه شامل حال پیمانکاره. حالا میگه اگر کارفرما پول نداد جریمه شامل حال کارفرما هست. خب دوستان، اگر من با شما قرارداد بستم، یه ضمانتنامه حسن اجرای تعهد به شما میدم. من بلا فاصله باید شما چی رو به من تحویل بدید؟ زمین. باید زمین رو به من تحویل بدید. استاندارد 9 یکی از اون موارد این هستش، میگه کسی که تابع استاندارد 9 تو فاز 3 اجرایی حتما باید زمین تحویل داده بشه. یعنی بدونم چه چیزی رو کجا میخوام برای شما بنا بکنم. حالا یا جاده است، یا سده، یا ساختمونه، هر چیزی که هست، کجا قراره واسه شما بنا بکنم من این قضیه.
شما باید زمین رو تحویل بگیرید طبق صورت جلسه، حدود و ثغورش مشخص باشه. بله محل کار کن. بلافاصله باید نگهبان بذارید، شروع کنید به افراد و آوردن، امکانات رو منتقل کردن. به این کار اصطلاحاً میگن چی؟ تجهیز کارگاه. طبق شرایط عمومی پیمان من کارفرما حالا به شما چی باید پرداخت بکنم؟ پیش پرداخت بدم. خب قانون رو به این بگید ببینم پیش پرداخت چی جوریه؟ دوستان به این صورته، میگم پیش پرداخت میزانش طبق شرایط عمومی پیمان 20% مبلغ قرارداد. هر چقدر که من با شما بستم 20%ش در 3 قسط. 20% رو یه جا نمیدن، 3 قسط میدن. شرایط عمومی پیمان اینو میگه 8% به محض انعقاد قرارداد در قبال ضمانتنامه بانکی. به محض انعقاد قرارداد. یکی از مهمترین حساب‌هایی که شرکت‌های پیمانکاری باید نگه داره بحث حساب‌های انتظامیشونه. ببینید شما چند جور دارید ضمانتنامه میدید. اول از همه ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه حسن اجرای تعهد، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه هایی که بعداً شاید به ممکنش برسید. نکته اول دوستان توجه داشته باشید، هر پولی که شما از کارفرماتون میگیرید در قبالش ضمانتنامه ندید حکم درآمد برای شما حساب میشه، ولو اگر وام گرفته باشید. یعنی شما اگر کارفرماتون وام میگیرید در قبال ضمانتنامه ندید، وام حکم درآمد هست برای شما. پیش پرداخت اگر گرفتید ضمانتنامه ندادید، پیش پرداخت حکم درآمد رو داره برای شما. قسط دوم گفتید چقدره؟ 6.5% به محض اینی که تجهیز کارگاه رسید به 60%. شما تونستید کارگاه رو تجهیز کنید به میزان 60%. فهمیدید که تجهیز کارگاه یعنی چی؟ زمین رو بگیرم، دورش حصار بذارم، بتونیر بیارم، بچینگ پلانت بیارم، میکسر بیارم، کابینا رو بیارم، نگهبانا رو بیارم، مهندس رو منتقل کنم، تکنسین رو منتقل کنم، جای خواب اینا رو ببینم چه جوری هستش. اول کار شرایط سخته. به این کار میگن تجهیز کارگاه. هر وقت این تجهیز کارگاه رسید به 60%، 6.5% دیگه هم به شما میدم من. 6.5% مبلغ قرارداد. برای همینم است که دوستان میگن دوتا بهتون ندی، یه بارکی برید یه ضمانتنامه چقدری بیاری، 14.5% بیاری، یه بارکی 14.5% به شما بدیم ما. دوستان آخه ببینید حرف زور که نباید به شما بزن، هر چیزی یه قول معروف منطقی داره. قسط سومی چقدره؟ کی؟